سقوط نرخ دلار و چگونگی قیمت موترهای مدل سال. مدل 2010 خلیجی شیب 2014 داره پلیت منفی 6 یک سیت زوج برد عالی، داره مشغولای فعال، این قابلیت پخش شدن و بلند شدن داره، یخچال فعال. این وگلن کروزر رنگ سیاه جیکسار است، 2009 شیب 2021 موتر کاملا بی تکر بی شریده‌ای که بدون کلمه آوار است. بعد چند هزار دلار است. عزیزا شما تصویر ببینین از نزدیک اگه بیاید ببینین اصلا باورتون نخواد شود که مثلا این موتر 4000 دلار قیمتش باشه. این موتر ما 2007 است، پلیتش گرفتگی است که یک پلیت منفی 4 کابل و قیمت از این موتر ما است 4500 دلار آمریکایی. ماشاءالله ماشاءالله. موتر بنز سی کلاس 250 سیستم وجبورد بسیار سطر و پاک داره، منظم، چت سیاه آمده، چت سیاه، کمربند سیاه، خودش یک ویژگی حساب میشه. موتر است که در کابل دیگه شاید اینم یک دانه باشه. موتر پریوس هایبرید مدل 2024 مدلش هسته، فول آپشن می باشه، از هر نگاه موتر بسیار کامل است و یک ساوند سیستم بسیار خوب داره، از هر نگاه یک موتر کامل است. سقوط نرخ دلار و چگونگی قیمت موترهای مدل سال. سلام و درود خدمت شما بینندای خوب و نازنینم. آرزو میکنم هر کجای کره خاکی هستین خوب صحتمند و سرحال باشین و مثل همیشه اشوا معصومی از چینل یوتیوب خودتان یعنی پنجره افغانستان در خدمتتان هستم. عزیزای دلم امروز آمدیم به منطقه قصبه، موتر فروشی قصبه، جایی که هر هموطن ما دوست داشته باشه که موتر بخره حتما قصبه را انتخاب میکنه، چون یک جای برند و معتبر است به خاطر موتر خریدن. و امروز آمدیم به موتر فروشی افغانستان شکوهمند، یکی از موتر فروشی های بزرگ شهر کابل و منطقه قصبه که بهترین موترهای مدل سال با قیمت های بسیار عالی را دارن. انشالله در این برنامه بیننده باشین که تمام موترها را براتون معرفی میکنیم با تمام جزئیات و قیمتش. ما را همراهی کنین عزیزا، لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. وطندارای خوب نازنینم، قسمی که براتون گفتم امروز آمدیم به منطقه قصبه و موتر فروشی افغانستان شکوهمند. خوشبختانه مدیر صاحب با ما هستن، صحبت ها را همراهشان می داشته باشیم در مورد موترها و نرخ‌ها. سلام علیکم. السلام علیکم خدمت شما، خدمت تمام بینندهایی که از طریق شما از طریق یوتیوب چینلتان تماشاگر ما هستند. وقتتان بخیر، خوش آمدین، قدم رنج فرمودین. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. میشه که بر بینندای ما خودتون رنگ معرفی کنید؟ اسم من روحین الله رهنورد است، مدیر فروشات نمایشگاه موتر فروشی افغانستان شکوهمند. بسیار زیاد خوشحال شدیم رهنورد صاحب عزیز. چطور از بازارا؟ بازار خوب است، بازار اگرچه که مربوط به اقتصاد مردم میشه اما فضل خدا خوب است. نسبت به سالهای قبل زیاد خوب شده یا کم ضعیفتر شده؟ خب در اول یک مقدار ضعیف بود اما فعلا بهتر شده. فعلا بهتر شده. و قسمی که همه هموطنای ما معلومات دارن قصبه منبع موتر فروشی ها دیگه این اینجا می باشه. بله، بیشترین موتر فروشی ها، بیشترین موترایی که مدلای بالا می باشد قصبه است. بله بله. و شاید بیشتر مشتریایی که اساسی باشن همینجا بیان. والا هر موتر فروشی مشتری خاص خود داره. تو گفتن نمیتونم که نیتن قصبه مشتری زیاد داره دیگه جای مشتری نداره. هر موتر فروشی مشتری خود داره. بسیار خوب. درباره موتر فروشی و نمایشگاه خودتان بر ما بگین، کدام نوع موترها، کدام مدل‌ها، از کدام کمپانی ها دارید؟
موتور فروشی ما گرچه جدیداً تأسیس شده اما فضل خدا فروشات خوب است. موترها از کمپانی های مختلف داریم، بیشتر تویوتا داریم چون بیشتر تقاضا از کمپانی تویوتا میشه. استفاده بیشتر در افغانستان از موترهای تویوتا، لند کروزرش گرفته تا کرولا و همه چیز تویوتا است. بر علاوه تویوتا موترهای بنز است، موترهای پریوس فعلا بازار داره چون برخی از کم مصرف هستند که پترول قیمتش زیاد شده. به او سبب موتورهای هایبرید هم فعلا تقاضای زیاد شده و مدل جدیدی که تولید میشه اکثریت هایبرید می باشن. بسیار خوب. بسیار یک نکته خوب اشاره کردین رهنورد صاحب. قیمت تیل عزیزا در این روزا بسیار بالا رفته و بخصوص برای هموطنای ما که درایور هستن، موتر استفاده میکنن، چی به خاطر تکسیرانی چی به خاطر خانه و شخصی باشه، بسیار برشان مهم می باشه قیمت تیل. آیا بالای فروش و خرید موترام تاثیرات خود داره یا خیر؟ تاثیرات خود تا حد داره، نمیتونم که بگیم که بسیار زیاد داره، چون کسایی که مثلا یک موتر مدل بالا را میخرن اونا قدر برشان فرق نمیکنه که چقدر است. دیگه موتور جدیدی که تولید میشه هایبرید از مصرفشان بسیار کم است، یعنی از موتورهای سابق که از نصف هم پایینتر است مصرفشان. دیگه زیاتر دوستا تقاضای موتورهای هایبرید میکنن، هایبرید میگیرن، اونا مصرفش کم است. چی تیل قیمت باشه چی ارزان اونا بخاطر تفاوت زیاد میکنه. بسیار عالی. ان شاء الله درباره موترام صحبت می داشته باشیم. رهنورد صاحب عزیز، امروز بر بینندای ما و بر ما قرار است کدام مدل‌ها را معرفی کنین؟ مطمئنا مدل‌های سالم دارین. بله، مدل سال ما داریم. قسمی که در شورتایی که برادر عزیز ما گرفتن موترها بسیار زیاد است، نمیتونیم که تمامش در یک روز معرفی بکنیم. میخواهیم که از هر نوع موتر یک دانه دو دانه معرفی داشته باشیم در این جلسه. ان شاء الله با جلسه های بعدی میتونیم که مفصل در مورد هر موتر خواستیم توضیح بدیم. حتما ان شاء الله. فعلا از کدام موتر آغاز میکنیم برای هموطنای ما معرفی کنیم؟ فعلا از دو موتر که در این نزدیک ما است، از موتر لکسس شروع میکنیم. بسیار خوب. وطندارای عزیز، بیننده باشین. موترهای گران قیمت و همچنان موترهایی که قیمت مناسب تر داره تمامش براتون معرفی میکنیم. با توضیحات کامل ما را همراهی کنیم. وطندارای عزیزم، قسمی که رهنورد صاحب گفتن قرار است این موتر بسیار زیاد مقبوله و همچنان از جمله موترهای سوشی بلند است براتون معرفی کنیم. رهنورد صاحب کدام مدل است و کدام ویژگی را داره؟ موتر لکسس 570 مدل 2010 خلیجی شیپ 2014. شیپ اینا در دبی چین شده. داره پلیت منفی 6، یک سیت وجبورد عالی، داره مشکولای فعال، اینا قابلیت پخش شدن و بلند شدن دارن. یخچال فعال، تب کامل کمپانی، لیدر سیتشان کامل کمپانی است. یک ایسی بسیار خوب، یک ساوند سیستم بسیار خوب، ساوند سیستم از الویز ویژن نام داره، بسیار ساوند سیستم عالی دارن اینا. دیگه یکی از موترهایی است که بسیار جوانا در آخر خوش میکنن. بسیار جوانا خوش میکنن. قبلا هم در چیزای خارجی بسیار زیاد استفاده میشد این موترها، موترهای شاسی بلند برای رفتن ولایات اینا. دیگه این موترها بسیار خوب است واقعا، چون هم مقاومت بیشتر دارن و در ارتفاع بلندتر هم میره این موترها. هم پخش بلند میشن. وقتی بلند شد و سیستم از اینا مشغوله است، سیستم از اینا با سیستم دیگه موتور فرق میکنه. داخل اینا بسیار راحت است، خامه، جمپ و سنگین هیچ کدام داخل اذیت نمیشه کسی که سرنشینی که ششته باشه. دیگه قابلیت بسیار خوب داره اینا. مصرف اینا در تیل چگونه است؟ مصرفشان خوب است، مصرفشان تا زمان بسیار خوب است که مشکل نداشته باشن، عوارض نداشته باشن. به صورتی که اگر موتر عوارض داشته باشه روز وقت مصرفشان بلند است. دارای ماشین 5700 سی سی است، 8 سیلندر هستن، 5700 سی سی و آپشن این موتر اسپورت پلاس می باشه.
این موترها باز پرزجاتشان در کشور پیدا میشه انشالله؟ فریمان است. پرزجات موتر مخصوصا موتری که ما در این نمایشگاه آوردیم تمامش فریمان در افغانستان پیدا میشه، هم استریش هم پرزجاتش. بسیار عالی است. فکر کنم 8 سالنده است این موترها. قیمت بله مودی موتر 8 سالنده است. قیمتش چند است؟ قیمتش $32,000 آمریکایی. ماشاءالله. یکی از قیمت ترین موترها همی است دیگه. از جمله قیمت ترین ها این هستند. بله و دیگه موتور دیگه هم داریم که قیمتشان بلندتر است، پایینتر است. هم قیمت بلند داره. بسیار عالی. گفتین چیپش تغییر شده؟ بله. مدل 2010 است و شیپش 2014 است. تغییر شیپ در خود کشور ایجاد میشه، تغییر میکنه امکان داره یا باید خارج از کشوری کار شود؟ تغییر شیپ در افغانستان هم ممکن است. این موتور که برای ما آمد از دبی اینا آمده بود، شیپش تغییر خورده بود به شیپ 2014. میتونستیم که امیر شیپش مثلا داخل کشور بعد 2020 تبدیل بکنیم، اما نکردیم چون تغییر شیپ که در اوج میشه تا ایج میشه بسیار فرق داره. پرزجات اوج است ایج فرق میکنه. به اون سبب تغییر شیپ دیگه ما دست نزدیم. اگر نه ممکن میشد که امیر بگیریم 21 تبدیل کنیم بخی خوبتر معلوم میشد. اما قرارش تغییر نمیشه به خودش مونده میشه. تغییر شیپ مطمئنا سر قیمت هم دیگه رول داره. بله تغییر شیپ سر قیمت رول داره. قیمت یک مقدار بلندتر میره دو تغییر شیپ، چون مصرف میشه، چراغ تبدیل میشه، پمپر تبدیل میشه، چراغ از اینا پمپر از اینا قیمت هستن. به اون سبب اینا وقتی تبدیل میشه تغییر شیپ میخورن قیمت ها بلند میره. باز موتر د آپشن مخصوصا لکسس بیشتر د آپشن فروخته میشه. بلندترین آپشن در لکسس ها اسپورت پلاس است که داره تمام ویژگی‌هایی که یک موتور شاسی بلند میباشه در لکسس اینا دارن. دیگه آپشنش اسپورت پلاس است و مشخصات داخلش براتون گفتم. دیگه یک موتور بسیار خوب است. واقعا یک موتور بسیار مقبول عالی است و قیمتش هم دوستا $32,000. بیشتر موتورایی که شما دارین در اینجا تمامش از خلیج میاد یا از کشورهای آمریکایی و اروپایی؟ ما موتورهای اروپایی هم داریم، موتورهای آمریکایی هم داریم، موتورهای خلیجی هم داریم. موتور خلیجی را خصوصا در لکسس بیشتر چراغش میکنن که اینا بی تکر میان، بدون شاریدگی عوارض میان. این موتور نه تکر نه شاریدگی نه هیچ کدام عوارضی نداره. بله. بسیار عالی. یک موتور هم در این قسمت است. درباره از این برام معلومات بتین. موتور لکسس LS 460 4600 cc قدرت ماشین اینا است. این موتور ما 8 سالنده است. این موتور ما 8 سالنده است. دارای گلایدر سیت بسیار فوق العاده مقبول، جگری و ویژگی‌هایی که یک موتور 460 داره اینا هم داره. یعنی داره پلیت منفی 6 کابل هستن، تپ فعال، داخل ایسی بسیار خوب، ساوند سیستم بسیار خوب، تمام ویژگی‌هاش فعال هستن. اینا هم تمامشون فول آپشن میان؟ بله اینا هم تمامشون فول آپشن میان. آپشن پایینشون هم از کم، اما ما خوش میکنیم که فول آپشن بیاریم چون در افغانستان فول آپشن بیشتر خوش میکنن. بله. قیمتشون برای ما بگین که چند است؟ قیمت این موتور ما $7,000 آمریکایی است. بله. بسیار عالی. عزیزا بیننده باشین، دو موتور فعلا براتون معرفی کردیم. نام خدا مدل‌های زیاد مونده، ما را همراهی کنین تا اونا رو براتون معرفی کنیم. خب عزیزا در این قسمت تو به ترتیب موترهای اگه اشتباه نکنم لندکروزر است که دوستا بسیار رنگای مقبول هم داره، به رنگ سفید و سیاه و حتما مدلاش فرق میکنه. مدلشون فرق میکنه. بله بود است مکمل لندکروزر است تا آخرش. دیگه از بیشترین تقاضا رنگ سفید و سیاه از بین لندکروزر که ما سفید و سیاه رو بیشتر وارد کردیم. بیشتر دمی کل موتور فروشی ها می دو رنگ زیاد هست. چیزی که تقاضا زیاد باشه همون موتور فروش ها میاره. چیزی که تقاضا باشه، چیزی که تقاضا نباشه قدر نمیارن، کم می باشه. و موتور را که فعلا معرفی میکنیم یک لندکروزر 2012 است. GXR است مدلش، آپشنش دیگه قیمتش $32,000 آمریکایی است. یک موتور بسیار فوق العاده عالی، فول آپشن، بسیار رنگ مقبول هم داره داخلش. کمکش مکمل کمپانی است. داخلش سیت سویچبوردش کریمی و فولادی است. بله بسیار. اون قسمت که دوستان عزیز میبینن آپشن های مختلف هم دارن. فول آپشن هستن. فول آپشن هستن. بله.
این هم سیستم مشغوله دارن یا خیر؟ نه خیر، اینا سیستم مشغوله ندارن. سیستم مشغوله در موتورهای لکسس هسته. لندکروزرها سیستم مشغوله ندارن و سیستم تعلیق جمپر بسیار راحت و نرم دارن. اینا هم مثل موتورهای قبلی داره یخچال هسته، تپ هسته، کمک بسیار قوی هستن. ساوند سیستم بسیار خوب داشته باشن. بعضشان سیستم جی بی ال داره، بعضشان سیستم های دیگه دارن که خودشان نصب میکنن دیگه. بیشتر یا هم پترول هسته. در لندکروزر هم دیزل میه هم پترول میه. بسیار عالی. چند سالند هستن اینا؟ 8 سالند هستن. بله. واقعا عالی است. از شما در تصویر میتونین ببینین داخلش بسیار یک موترک عالی و مقبول، چون در اواخر موترهای لندکروزر بسیار کش کرده. مردم زیاد خوش میکنن. اینا هم دورم هست که یکیش 5.7 است، یکی 4.7 که قابلیت و قوی بودن ماشینش نشان میده. در 8 سالند اینا 5.7 است که بالاترین و بلندترین مدلش در ماشینا همینا هستن. بسیار عالی. در کل موترهای لندکروزر چند مدل میه و کدام کمپانی می باشه؟ لندکروزر تویوتا هسته. لندکروزر مدلای تویوتا هسته. داشون 6 سالند و 8 سالند میه. باز 8 سالندش هم دو رقم هسته که ماشینایشون کم ضعیفتر و قوی تر میه. دیزل و پترول می باشه که دیزلش بیشتر در زری استفاده میکنن و پترولایش در زری استفاده نمیشه و فوق العاده باز کش عالی داره موتورهای پترولی. بسیار خوب. اینا را از کجا وارد کردین؟ اینا تمامشان از دبی، از اسلام قلعه، از اینجا خریداری میشه. بسیار عالی. خلیجی هستن دیگه؟ نه خیر، نه امریکایی هستن. امریکایی هستن. بسیار عالی. و موتور بعدی هم فکر کنم این موتور است؟ موتور بعدی موتور پشت سرش هست. مهربانی بفرمایید. موتور فول آپشن هست. این هم قسمت که دمارکش هست 5.7 هست. همون رقم یک موتور. این چی مانا می باشه ببخشید؟ امی ماشینش هست، نوعیت ماشینش هست. 4.7 و 5.7 نوعیت ماشینش هست. یک ماشین موتور پترولی هست. 8 سالن ماشین داره. یک سیت سویچبورد بسیار خوب، ستره، پاک، همه چیزش منظم، تپ، کمک، یخچال، همه چیزش فعال است. بسیار عالی. اینا موتورایی است که کاملا بی تکر هستن دیگه؟ موتورها بی تکر است. بله، موتور چیزی نیست که ما در برنامه گذاشتم گفتیم این چیزی که باید گفته شه. موتور چیزی نیست که روز یک آدم بخره. یک بار که خرید بسیار دقت بکنه که یک چیز درست و خوبه بخره. این موتورها هیچ کدامشون تکر نداره، عوارض نداره. چیزی که تکر داشته باشه خدای نخواسته یا نمیگیریم، یا اگه بگیریم با مشتری خود میگیم که این موتور این مشکلات داره. چون بسیار مهم می باشه به گفته شما که یک بار خریده میشه و باید که کاملا هم تو کیفیت عالی داشته باشه. بله، چرا بار مشتری به یک شوق یک موتور میخره تمام روزش دم سری و سری خانه خوب نمیشه، نه به ما نه به مشتری که سرگردان شود. بسیار خوب. رهنورد صاحب قیمت این موتور چنده؟ قیمت این موتور ما $31,000 امریکایی است. حتما یک تفاوت داره با لندکروزر قبلی؟ بله، تفاوت در رنگ تفاوت دارن. در مدل 2012 بود، 2011 است. بسیار خوب. عزیزا بیننده باشین، ان شاء الله صحبت‌های ما ادامه داره. رهنورد صاحب عزیز، موترهای لندکروزر رو معرفی کردیم. نام خدا کلش قیمت است. در بین از این موترها هستن مدل‌های در لندکروزر که یک ذره قیمتشون مناسب تر باشه؟ بله، موتورهای هستن که قیمتشون مناسب تر باشه. مثلا همین دو موتور که می‌بینید که یک موتور لندکروزر سیاه، لندکروزر سفید. لندکروزر سفید ما مدلش 2011 است. جیک سرای آپشنش هست. سیت سویچبورد سیاه داره. 6 سالن ماشینش هست.
ماشین بسیار مناسب و خوب داره، کم مصرف تر از موتورهای 8 سیلندر است و قیمتی موتر ما است $23000 آمریکایی. $23000 بسیار تفاوت داره از موتورهای قبلا که براتون معرفی کردیم از 31000 شروع شده بود. بدون تکر و شاریدگی و اینا که دوستای ما فکر نکنه که اونا قیمت از تکر داره اینا بی تکر یا تکر دار هستن. نه، اینا هم نه تکر نه شاریدگی هیچ چیزی اینا نداره. پاک صاف هستن. تفاوتشان پس در چیه؟ اونا 8 سیلندر هستن اینا 6 سیلندر هستن. مثلا مدل فرق میکنه، مثلا آپشن فرق میکنه، یکی ویکسار از جیکسار از جیکسارای از آپشن تفاوت می داشته باشه. در کل میشه معلومات بدین لند کروزر کدام آپشن ها رو می داشته باشه؟ آپشن همین سه آپشن که براتون گفتم، ویکسار، جیکسار و جیکسارای. این آپشن ها کدام خصوصیات دارن؟ هر کدام خصوصیت مختلف دارند. مثلا در کل گفتن نمیشه که مثلا بعضش یخچال می داشته باشه، بعضش نمی داشته باشه، بعضش مثلا کمک دبل داره، بعضش سینگل داره، بعضش داره، بعضش نداره. این تفاوت ها داشته باشه. بسیار خوب. داخلشون میشه که بر دوستانشان بدیم. به به ماشاءالله بسیار یک رنگ مقبول داره. از بر رنگ سیاه است دیگه. این سیاه است. اینا هم فول آپشن هستند. اینا هم آپشنشان فول است در نوعیت خود و موتور بود دوستای ما موتور ببینن داخلش. بله. ایسا بسیار یک موتور مقبول زیبا با تمام آپشنایی که داره و همچنان با وجودی که هیچ تکر نداره، هیچ عوارض نداره، قیمت بسیار مناسب داره. گفتیم که نه موتور باشه که لند کروزر باشه، اما خصوصیت داشته باشه، اما قیمت پایین. اینا هم قیمتایی که چقدر تفاوت دارن. بله. بسیار خوب. و بعدیش میرسیم به یک لند کروزر رنگ سیاه جیکسار است، 2009 شیب 2021. موتور کاملا بی تکر، بی شاریدگی، بدون کدام عوارض. یک سیت سویچ بورد بسیار عالی داره. این موتور ما یک مانیتور بسیار عالی. بسیار مقبول. کلا هم سویچ بوردش متفاوت است. سویچ بوردش متفاوت است، فقط چیزی تبدیل میشه. مانیتورها اینا رو تبدیل میکنه میشه. این به ذوق مشتری است که قسم مانیتور کلان اندازه یا مانیتور خرد خوبی خوش داره. به ذوق مشتری. بله، به نظر به سلیقه خود مشتری مجبور میشه. بسیار عالی. اینا در کل هم خصوصیات دارن. اما خصوصیت دارن. بله، لند کروزر زیاد خصوصیتش فرق نمیکنه. همو ماشین همو چیز با قیمت این موتور ما است $22000 آمریکایی. $22000. بسیار عالی. عزیزا این موتر هم لند کروزر، موتر قبلیش هم لند کروزر با مو خصوصیات، یعنی میتونین با قیمت مناسب تر صاحب لند کروزر شین که مو خصوصیات ویژگی ها داره. بسیار عالی است. راهنورد بعد از این کدام موتر بر ما معرفی میکنیم؟ بعد از این براتون دو موتر ویژه را در نظر گرفتیم که معرفی بکنم که چون گفتیم موتر مدل سال باشه، براتون یک موتر مدل سال معرفی میکنم ان شاء الله عزیزا بیننده باشین. خب وطندارای عزیز بیننده برنامه باشین، چون دو موتر ویژه و خاصی که قرار است معرفی کنیم یک کم برش حوصله کنین، انشالله او هم نوبتش میرسه. پیش از او میخوایم بعض موترهایی که یک کم قیمتای ارزان تر داره، بسیار زیاد هم خب به یک اندازه ارزان هستن، اینا رو معرفی کنیم. راهنورد صاحب درباره موتر بر ما معلومات بدین. دو موتر را براتون معرفی میکنم در این قسمت که قیمتای مناسب داشته باشن. موتر 2006 فیلدر دارای پلیت -5 کابل، یک موتر بسیار ثابت، یک موتر بسیار خوب، گیر است، گیر وکسش و قیمت این موتر ما $8000 آمریکایی است. بله. اینا را از کجا وارد کردیم؟ اینا از اینجا خریداری شده. بله، موتر از اینجا خریداری شده. بسیار عالی. رنگ بسیار مقبولم داره و این شیپ موترها رو زیاد خوش میکنن، بخصوص فامیلا. موترها به کسایی که فامیل دار هستن، به کسایی که مسافرت ولایت میرن بسیار خوب است، چون هم گنجایش زیاد داره، فضای داخلی زیاد داره، کلان داره، هم مقاومت بسیار خوب دارن، هم مصرف پایین دارن. بسیار عالی. درباره پلیت میخواستم پرسان کنم، تمام موترهای شما پلیت داره یا نه؟ موترهای مکتوبی هم ما اینجا داریم. موترهایی داریم که پلیتای -6 هم دارن، مثلا موتر قبلی معرفی کردیم. موترهایی که پلیتای پایین تر است هم کمی داریم.
دیگه بیشتر مکتوبی می باشن پیش ما. مکتوبی بله. می‌باشن. بسیار خوب. باز اگر مشتری خواسته باشه برشان پلیت هم میگیرین؟ مشتری که خواسته باشه برشان پلیت هم میگیریم، مشکل نداره. و یک موضوع را براتون روشن می‌سازم، بعض موتورایی که پلیت منفی 4 و منفی 5 دارن به این معنی نیست که این موتورای کنه بسیار زیاد باشه. ما موتورای منفی 6 داریم که طرف سیل بکنین از دیدن نمی باشن، اما منفی 50 و منفی 4 داریم که بسیار سطر و پاک می باشن. این بعض موضوعات است که بعض دوستا باید بفهمن. دیگه این موتور که موتور بسیار سطر است. موتور بعدی ما یک موتور خلیجی است. بسیار رنگ مقبول هم داره، رنگ سفید داره، موتور خلیجی است. این موتور ما پلیت منفی 5 کابل داره و قیمت بسیار خوب داره. و قیمت به نظرتان چقدر باشه؟ قیمت خوب که گفتیم. قیمت خوب شاید اندازه قیمت این فیلدر باشه. نه کمتر. کمتر است؟ بله. در حدود 6000 5000 شاید 4000 دلار آمریکایی. 4000 دلار. بسیار عالی. یعنی ما قیمت 4000 دلار است. عزیزا شما تصویر ببینین، از نزدیک اگه بیاین ببینین اصلا باورتون نخواد شود که مثلا این موتر 4000 دلار قیمتش باشه. بسیار یک پول کم است عزیزا که 4000 دلار یک قسم موتر با این زیبایی و ویژگی خوب هم داره. بر فامیلا بسیار خوب است این موتر. بله، برای کسایی که قیمت موتر به قیمت مناسب میخواین، پلیت کابل مثلا پلیتای ولایاتی نباشه، مثلا موقت نباشه، بهترین موتر است. بسیار عالیه و قیمتش واقعا من حیرت زده ساخت. بله. خب دوستای عزیز، این موترها رو معرفی کردیم که یکیش 8000 دلار بود و این موتر هم 4000 دلار. بیننده باشین، یک چند دانه دیگه هم از موترهای ارزانتر براتون معرفی میکنیم. همچنان فراموشم نشه 2 موتر ویژه هم قرار است این برنامه براتون معرفی شه. ما رو همراهی کنید. خب رهنورد صاحب، در قسمت فکر کنم 3 موتر است که معرفی میکنیم. در قسمت 3 موتر به معرفی میگیریم. یک موتر که فیلدر 2006 است، دو دانه دیگهش کرولا 2000 است. این موتر ما 2006 مدلش است، رنگ نقره‌ای داره، پلیت منفی 5 کابل، گیربکسش گیر می باشه، بدون تکر، بدون زنگ زدگی، شدگی، بسیار یک موتر ثابت. قیمتش 8500 دلار آمریکایی. بسیار خوب. 8500 دلار. واقعا عالی است. اینا هم از جمله موترایی است که از امیجی خرید شده؟ بله، بعضیشون از اسلام قلعه، بعضیشون از امیجی خریداری شده. واقعا عالی است دوستا. 8500 دلار آمریکایی. فعلا بیشتر این تقاضا از همین موترهای خلیجی است، موترهای فیلدر است، موترهای 2000 است. چون اینا موترهای بسیار مستحکم است، کم مصرف است، پرزجاتش فریمان پیدا میشه، به خاطر اینا زیادتر تقاضا میکنن. قیمتشان هم مناسب، قیمت مناسب تر هم دارن. بله. و فکر کنم از جمله موترهای هستن که فرمایین یک ذره کمتر عوارض پیدا میکنن. بله، موترهای سکت و دلاین از اینا استفاده میکنن. اینا موترهای کم عوارض هستن. بسیار خوب. این موتر که ما موتر 2007 است، رنگ طلایی، اما قسمی که خریداری شده از دبی که آمده، تا فعلا دستش نخورده. قیمتش 7500 دلار آمریکایی است. 7500 دلار آمریکایی است. موتر مکتوبی است، هنوز پلیتش گرفته نشده. یک موتر کاملا ثابت است که دیگه تا حالا دست مستری دیگه نخورده. بسیار عالی. از جمله موترایی است که کاغذ پیچ بهش گفته میتونه. کاغذ پیچ گفته در افغانستان گشت ندارن اینا. گشت ندارن. به اون خاطر اگه به اون کاغذ پیچ بگیم است، در غیر از گشت خارج و علیه گپ است. خب بازم گشت خارج هزاران مرتبه از کشور ما که فرق میکنه. بله، اونا زمین استاندارد دارن، تیل استاندارد استفاده میکنن. خب بلین استاندارد دارن. افغانستان دیگه یک ذره کمی کاستی خود داره. ان شاء الله که اونا هم رفع میشه. بفرمایید و درباره موترم بر ما معلومات بدین. این موتر ما 2007 است. این موتر ما 2007 است. پلیتش گرفتگی است که یک پلیت منفی 4 کابل داره. رنگ سفید است، بسیار موتر که ثابت است، تکر عوارض نداره. و یه از جمله موترهای ما است که قیمت مناسب داره. بسیار خوب. و قیمت از این موتر ما است 4500 دلار آمریکایی. ماشاءالله ماشاءالله، مثل همون موتر واره. بله، بازی هم اندک جور آمده. اندک جور آمده داره.
بسیار خوب از دوستا که هم قیمت مناسب هم اندک جرامت داشته باشه دیگه بیخی کامرای عزیز ما گرفته میتونن که موتر است که هیچ کمی کسی نداره، حتی تا چراغ یا ایشم که بگن بعضی کسایی که کورمی باشه نو تبدیل میکنن اون حتی ایناشون هم نوستن. اما موتر بسیار ثابت است. اون مدل 2000 چند گرفتم بود 2007. بسیار عالی دوستا. $4,500 آمریکایی قیمتش است با اندک جرامت. انشالله شما عزیزایی که میخواین موتر خریداری کنین میتونین که بیاین و از این موترها خریداری کنین چون قیمت بسیار مناسب هم داره. بیننده باشین. تصویری 3 موتر از داخل شارتا و گپا رو ببینین عزیزا. 2 موتر باقی مانده که از جمله موترهای ویژه و کمیاب در کابل است. ما رو همراهی کنین. وطندارای خوب نازنینم، رسیدیم به قسمت هیجان انگیز برنامه که پیشترم براتون گفتم منتظر باشین تا دو دانه از موترهای خاص و کمیاب براتون معرفی کنیم. فعلا همونجا رسیدیم. رهنورد صاحب عزیز از این موتر بر ما معلومات بتین که طبقی که من میبینم بنز است. بله، این موتر ما موتر بنز است، سی کلاس 250. یک موتر بسیار عالی، 4 سیلندر توربو. موتر کم مصرف است اما در کش خود در رفتار خود از بسیار 6 سیلندر کرده خوب تر است. یک موتر سیستم وجبورد بسیار سطره و پاک داره، منظم. چت سیاه آمده، چت سیاه، کمربند سیاه، خودش یک ویژگی حساب میشه. در موتر میاد و یک موتر است که از هر نگاه کامل است، بن سرچینه باشه. رفتارش از موترهای دیگه همو برندینگش از موترهای دیگه تفاوت زیاد میکنه. امی که گفتین بنز و سی کلاس، من مطمئن هستم هم اگه فهمیدن دیگه که یک موتر ویژه است. بله، بنز هم مثل موتر دیگه سی کلاس داره، ای کلاس داره، جی کلاس داره. کلاس بندیش سی کلاس 250 مدلش 2013 است. چت سیاه، کمربند سیاه و یک موتر که فول آپشن است. بسیار خوب. قیمت موتر چند است؟ قیمت موتر $9,000 آمریکایی با جرامت. بسیار عالی. قیمتش هم خوب است. قدر بسیار زیاد قیمت بالا نداره. بله، ما کوشش بسیار زیاد میکنیم که موترهایی را بیاریم که نه تکر داشته باشه، نه شاریدگی داشته باشه و قیمت مناسب داشته باشه که یک دوست ما که خریداری میکنه لااقل 4 سوای همراهش آرام باشه، نه اینکه تمام روز پیش مستری باشه و جنجال باشه و اینا. حتی این موترهای ما که ما به فروش میاریم بعضیا با فروشا شاید یک فقط هم آمادهش بکنن که فروختش باز موتر کس خریده او را آماده بسازن، حتی ما تا مبل تا همه چیزش آماده جورتا بعد از مشتری تسلیم میکنیم که برو همه تو تیل پرت بگرده راه. واقعا عالی است. خداوند شما را خیر بتمی که با فکر خدمت هستین بر مشتریایی. رو میشه بر ما بگین که هموطنای ما اگه بخواین یک موتر سفارش بدن برشان وارد کرده میتونین در چی مدت زمانه؟ هیچ مشکل نداره. اینا دو جای است که ما بعضی دوستای ما از دبی فرمایش میدن، بعضی دوستای ما هست مکمل از خود اکشن از امریکا فرمایش میدن. اینا زمانش تفاوت میکنه. از اکشن اگر بخوای کسی بیای 2 تا 3 ماه زمان در بر میگیره و اما از دبی اگر بخواین بیارن ظرف 24 روز تا 25 روز میرسن. بسیار عالی. تو هر مدل که خواسته باشن هیچ مشکلی نداره، ما برشون وارد کرده میتونیم. بسیار خوب. در ظرف 3 ماه یا 24 روز 25 روز نظر به جای مکانش اجزایی که دوست دارن هر مدل که بخواین برشان میرسه. در این قسمت برنامه میشه که برای دوستای ما گرچه ما در ابتدا آدرس گفتم یک بار دیگه آدرس و شماره تماستان راه ارتباطیتون بگوید. آدرس ما قصبه سرک دوم موتر فروشی کوچه 5 نمایشگاه موتر فروشی افغانستان شکومند. بسیار عالی. و شماره تماس ما از اسکرین میبینن. ان شاء الله که دوست داشتن میتونن تماس بگیرن و یا هم واتساپ مراجعه کنن. بفرمایید رهنورد صاحب. رسیدیم به موتر استثنایی، موتر کمیاب که قسمی که پیش از برنامه رهنورد صاحب بر ما گفتن موتر است که در کابل دیگه شاید اینم یک دونه باشه.
خب ما یک گپ کلان نمیذارم که شاید یک دانه باشه، ممکن یکی دو تا یا سه تا دیگه هم باشه، ولی کمیاب است. ولی بسیار کمیاب است. بله چون هنوز قدر نامده در کابل و در افغانستان اینجا. موتور پریوس هایبرید مدل 2024 مدلش هسته، فول آپشن می باشه، از هر نگاه موتور بسیار کامل است دیگه. دوستای ما خودشان داخلش هم میبینن مجهز با سنسورای است که اوتو پارک داره، اگر در جریان کدام جای مثلا دریور دقت نکنه خود سنسورها هشدار میتن. ویژگی بسیار خاص داره و ساوند سیستم بسیار خوب داره، از هر نگاه یک موتور کامل است. واقعا بسیار عالی است و از جمله موتورهای مدل سال است دیگه. مدل سال از 2024 مدلش است. بسیار عالی است واقعا. بسیار یک رنگ مقبول هم داره دوستا، قسمی که میبینین کم مصرف. بسیار کم مصرف. در ابتدای برنامه هم گفتین موتورهای هایبرید یا مزمو موتورها است. بله یا موتور هایبرید است. بسیار خوب. یک کم درباره موتورهای که هایبرید هستن کم مصرف هستن بر ما بگویید. موتورهای هایبرید از دو سیستم بهره میبرن، یکی انجین خود موتور است، یکی سیستم دیگه به نام سینرژیک. دو سیستم دارن اینا. هایبرید هم در تیل استفاده میکنن هم در برق. قسمت هایی که مثلا سرعت تیز میشه، مثلا ارتفاع می باشه، از تیل استفاده میکنن. اما در جریان بطری خودم چارج میکنه. اتومات زمانی که بطری چارج شد دوباره پس در چارج میه. به اون حساب است که مصرف تیل بسیار پایین است. بسیار پایین است. و در افغانستان بسیار خوب هم است این موتورها، چون تیل یک ذره قیمت شده و دوستا در ابتدا اشاره کردیم و از جمله موتورهای کم مصرف هستند که رهنورد صاحب بر ما معلومات دادن. رهنورد صاحب یک موضوع کمی از یادم اومد در برنامه قبلی که شما داشتین در ارتباط با موضوع لیلام بعضی سخن‌ها داشتین. میشه که درباره این کم بر ما بگین؟ خیر است، من یک بار دیگه تکرار میکنم. یکی از دوستای ما پرسیده بود در مورد که لیلام میکنین. ما موتور خود هیچ کدام بیشتر لیلام نمیکنیم، چون موتور لیلامی ما نداریم. لیلام دوستای میکنه، کسایی میکنه، با وجود احترام به همشان مدارم، با احترام برشان اونای لیلام میکنه که موتور پیشان میمونه، فروخته نمیتونن، مجبور هستن که به یک شکل بفروشنش، اونا لیلام میکنن. ما لیلام شکر خدا نه مجبور هستیم به او حالت که لیلام بکنیم، نه جنس لیلامی داریم، به خاطر لیلام نمیکنیم. اما تخفیف بر روی دیده، تخفیف تا اندازه توانی که داشته باشیم و مشتری خود تخفیف میدیم که ناراض از موتور فروشی ما خدای نخواسته نره. بسیار عالی. درباره موتور بسیار زیاد مقبول که واقعا من خوشم آمد معلومات دادین، قیمتشون بر دوستای ما بگین که همگی منتظر هستن. این اگه سال 1000 حساب بکنیم در 2024 $24,000 میشه. بله قیمت از این $24,000 است. مدلش هم 2024 است، قیمتش هم $24,000 امریکایی است. مراعات جرامت داره یا نه؟ انشالله که مراعات تا جایی که گنجایش داشته باشه داره. بله بسیار عالی. واقعا قیمتش هم دوستا قبلا دیدین که یک لند کروزر معرفی کردیم در ابتدا $24,000 بود. بله. با وجودی که موتور خرد است و شاسی بلند هم نیست، قیمت یک لند کروزر داره. ما موتورهای خرد داریم که قیمتشان از یک موتور شاید یک قطار لند کروزر بخره. درست است، ما وجود داره، ما فعلا نداریم، چون نه سرک او را داره که اون موتور بگرده، نه چیزه. یعنی این معنا نداره که موتور شاسی پایین بود قیمتش باید دیگه از اینا که ارزان، دو لند کروزر که ارزان باشه، نه تو نیست دیگه. قیمت خوبم داره، موتور بسیار خوبم است دیگه. اینا نیاز به این نداره که ما بگیم که بی تکر است یا چیز دیگه. اینا نه تکر دارن نه شاریده، هیچ چیزی ندارن. تماما موتورایی که ما معرفی کردیم میشه فعلا هیچ کدام تکر، شاریدگی، زنگ زدگی، کات، هیچ چیزی نیست. بسیار عالی. از همه چیزش ضمانت کامل در خط نشته و و مشتری داده میتونیم. بسیار عالی. بسیار نکته خوب اشاره کردن. یعنی موتورایی که معرفی کردیم هیچ کدامشان تکر نداره، عوارض نداره و انشالله که با دل جمع میتونین که از اینجا خریداری کنین. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. بخیر سلامت باشین که ما را همراهی کردین. موتورای بسیار عالی و با کیفیت و همچنان مدل سال بر ما معرفی کردین. خواهش میکنم. شما قدم رجب فرمودین که نوازی کردین که به نمایشگاه ما تشریف آوردین. بسیار زیاد تشکر میکنم. زنده باشین. خواهش میکنم. وطندارای خوب نازنین بینندای پنجره افغانستان و علاقمندای برنامه ما،
بسیار زیاد تشکر میکنم ازتان که همیشه ما را حمایت میکنین، بیننده برنامه های ما هستین و ما هم نهایت تلاش های خودم میکنم تا برنامه مفید و مورد علاقه تان براتون تقدیم کنم. عزیزان، امروز هم آمده بودیم به یکی از موترفروشی ها در قصبه که بهترین موترها را داشتن و موترهای مدل سال که در نهایت تانستیم براتان توضیح بدیم، قیمتایش بگوییم و تمام معلوماتی که داشتن. سپاسگزارتان هستم. بازم منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظریات نیکتان در مورد برنامه امروز هستم. هر کجایی که دوست دارین براتان برنامه تقدیم کنیم میتونین که در کامنت ها ذکر کنین، انشالله تمامش به خوانش گرفته میشه. ناگزیر هستم از حضورتان مرخص شوم. وطندارای عزیزم، تا برنامه بعد شما عزیزا را به الله یکتا و به همتا میسپارم. خداوند نگهدار.